من محمد ذاکرنژاد، بازنشسته آموزش پرورش، مدتی که کار میکردم در کنار پدرم کار تجربی را یاد گرفتم که بعد از رفتن ایشان فعلا به صورت تنهایی کار میکنم و باز در حال حاضر تنها کسی که تو جامعه به صورت سنتی پخت میکنه من هستم. بعد دیگه هم به روزای جمعه، روزای تعطیلی پسرم با داداشم میان کمک میکنن، خلاصه داره با کار رو میچرخانیم دیگه. چراغ این محاضر نذاشتیم خاموش بشه، روشن نگاه داشتیم. امروز هم که بار نبات داریم، صبح آب ریختیم، پاتی جوش آمد، جوش که آمد شکر به اندازه معمول همیشگی ریختیم، یکم صبر میکنیم تا جوش بیا. وقتی که جوش آمد باز یه سری کارها رو روش انجام میدیم. به قوام آمد، کار اصلیش که انجام شد تخلیه میکنیم تو ظرفایی رو که از قبل آماده کردیم، کش میکنیم تو اینا. این اون زمانی که مادرای ما شیر مایه میزدن، ماست درست میکردن، دورش میبندیم، روش میپوشیم تا 3-4 روز برای خودش اون زیر هست تا یواش یواش از اون حالت شربت خارج بشه و به صورت نبات در بیاد. موقعی هم که در آمد بازش میکنیم، شربت ها اضافهش خالی میکنیم، 1-2 روز صبر میکنیم که یکم خوش بشه. بعد که میندازیمشان باز یه روز باد میخوره که خوش بشه، خاک نشه، دیگه یواش یواش آماده. انجام بدیم و تخت گاز برو تا برای آماده شدن. آره. هر بریم هر 50 کیلوشه. این دیگه الان با ما هیچ کاری نداره. این نقل ما تازه بمانه و خشک نشه، وقتی تو خانه بردین حتما از این جای شیشه های مربا اینا داریم، بریزین تو اون. هر دفعه میخواین استفاده کنین نهایتا 3 تا 4 تا دانش بیشتر مصرف نمیشه. اون جدا کنین، در شیشه رو محکم ببندین. هفته یک بارم نصف قاشق چایخوری گلاب بریزیم تو شیشه، تکانش بدیم، درش ببندیم تا دانه آخرش تازه میمانه. در غیر این صورت اگه با اون پلاستیک بیاری سر بساط چایتان، 3 روز هم براتون نمیمانه، زود. این شربت آماده رو اینقدر میریزیم تا این نخا رو غرق کنه. اینا برای شاخه نبات که میگن به وسیله که زود کمکش نکنه. خاطری که هوا نخوره